امروز صبح رفتم یه مغازه موبایل فروشی. گفتم ببخشید این موبایل من یهویی خاموش شد. مغازه‌دار گفت باشه یه نگاهی بهش میندازم، ممکنه تاچ اسکرینش سوخته باشه، اگه سوخته بود عوض کنم یا نه؟ گفتم بله لطفاً، من خیلی بهش احتیاج دارم. گفت فردا بعد از ظهر بیایید تحویل بگیرید. با خودم گفتم خب یه 4-5 تومانی افتادم تو خرج و روز بعدش رفتم و خلاصه موبایلم رو سالم بهم تحویل داد. گفتم هزینه‌اش چقدر میشه؟ گفت هیچی، چیز مهمی نبود، فقط کابل فلتش شل شده بود، سفتش کردم، همین. تشکر کردم و اومدم بیرون. نشستم تو ماشین ولی دلم طاقت نیاورد. میتونست هر هزینه‌ای رو به من اعلام کنه و منم خودم آماده کرده بودم که پرداخت کنم. کنار پاساژ یه شیرینی فروشی بود. یه بسته شکلات گرفتم، دوباره رفتم پیشش، گذاشتم رو پیشخون و بهش گفتم دنیا به آدمایی مثل شما نیاز داره، لطفاً هیچ وقت عوض نشو. از بالای عینکش یه نگاهی به من دوخت و متوجه این موضوع شد. گفت حرف پدرم رو بهم زدی که چند وقت پیش مرد، اونم همینو میگفت، همیشه خوب باش و عوض نشو، حتی اگه بهت بدی کردم. آدم خوبی که داری این پست رو میبینی، هیچ وقت عوض نشو. این ویدیو تقدیم به خوبان و کسانی که در مسیر خوبی هستند.